در روز قیامت با اون حشر میشد که او را دوست می‌دارد و با اون بالاخره رفت و آمد دارد. دوستان ما باید دوستان الله باشند. رفیقان ما باید رفیقان خدایی باشند که ما را به خدا نزدیک بکنند، نه اینکه ما را از الله دورتر بکنند. لذا این مرد بعد از اون منطقه که گناه و معصیت میکرد و اون جماعتی که در اون بود از اونجا حرکت میکند و به سوی همون منطقه میرود که انسانهای خوب و صالح هستند. در وسط راه است، عزرائیل میآید، بالاخره جانش را قبض میکند. ملائکه از سوی جهنم و ملائکه از سوی دوزخ بهشت از دو طرف میآیند. بین آنها بالاخره یک بگو می شود که این را باید به جهنم ببریم، چون که 100 نفر را کشته است. اون ملائکه که به سوی بهشت باید ببرنش میگن که این توبه کرده بود، به سوی الله میره، ما باید به سوی بهشتش ببریم. بعدا الله ملائکه را نازل میکند، میگه تو بین آنها داوری میکنی و کار بالاخره اونجا باید حل بشود. فقط نگاه بکنید که زمینی که به سوی اون میرفت، زمین توبه، اگر کم مانده باشد پس او به سوی توبه نزدیکتر است، باید بهش برود. ولی اگر زمین گناه نزدیکتر است، باید به دوزخ برده بشود. وقتی که زمین متر میکنن، چند میکننش، زمین توبه کمتر هست. این بهانه را الله به خاطر اون میکند که ما توبه کنیم و به سویش بازگردیم. بعدا این قاتل 100 نفر را توبهش پذیرفته می شود و به جنت برده می شود. سروران گرامی، شاید ما هیچی را نکشته باشیم، شاید ما بالاخره کارهای بد و زشت نکرده باشیم، ولی شاید نمازهای ما قضا می شود، شاید ما دروغ میگیم، شاید خیانت میکنیم، شاید غیبت میکنیم، شاید مال مردم را بدون اجازه آنها میگیریم، شاید درآمدی ما از جای هست که اهمیت نمیدیم ولی حرام است. اینها معصیت و گناه هستند. الله تبارک و تعالی چنان ذات مهربان هست، چنان خدای بخشنده هست که نگاه نمی کند که سری تو گناه کردی، سرت سفید شد در گناه، ریشت سفید شده باشد، چشمانت خیره شده باشد، 100 سال اگر گناه کرده باشی، بازگرد به سوی پروردگارت، خالصانه و مخلصانه الله میپذیردت. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند در حدیث قدسی، الله تبارک و تعالی میفرماید ای بندگان من، نگاه کنید مهربانی پروردگار، نگاه کنید که میگه ای بندگان من، نمیگه ای بی‌نماز، ای مجرم، ای قاتل، میگه ای بندگان من، ای ملتی بدخشان، ای بندگان من، شما در شب و روز گناه میکنید، شب و روز نافرمانی الله را میکنید. الله از اعمال من و شما خبر دارد. شاید تو ندانی که من چگونه گناه میکنم و من خبر ندارم تو چگونه گناه میکنی، ولی الله تو خبر دارد. آفرین من و تو را از آن اعمالی که هیچ کس خبر ندارد ولی الله خبر دارد. الله میگه شما شب و روز نافرمانی الله را میکنید، شب و روز گناه میکنید، در یوتیوب میرید رقص و بازی و حافظی و فلان و فیلم های مبتذل تماشا میکنید. الله میگه که من شما را میبخشم وقتی که شما به سوی من باز میشید.
از این دیگر مهربانی از بالاتر هست. یک جوان قصه میکند زندگیش را، من خلاصه میگم و صحبت را به پایان میرسانم. میگد من چنان جوانی بودم که هیچ گناه نمانده بود که من انجامش نداده باشم. آخر آمدم یک جوانی نرکمن شدم، مواد مخدر بالاخره میکشیدم. روز ساعت 12 شب بود، من در را کوبیدم، میخواستم خانه بروم، خسته شده بودم، جای دیگر نداشتم، مرا کسی قبول نمیکرد به این حالی که من داشتم. در را کوبیدم، در را برای من باز نکردن، ولی از پشتی در یک صدای شد، گفت کی هستی؟ گفتم من مادری عزیزم، من فرزندی تو هم، در را باز کن. اون مادر مهربان از پشت در صدای اون بچهش را میشنود، قلبش میشکند که فرزندش از دست رفته است. میگه فرزندم، من برای تو در را نمیتونم باز کنم، فقط میخواهم که یک اجازه از پدرت بپرسم که آیا برای در را باز کنم یا نکنم. بعدا وقتی این مادر میرود نزد پدر، بیدارش میکند، میگه من پسر من و تو در پشت در هست. میگه که برو برایش بگو که در اینجا دیگر برایش جای نیست، برود هر جایی که میرود، اون دیگر فرزند ما نیست. ما چون این فرزندی بد و زیش و نرکمن نداریم. پدر و مادر مهربان هستند نسبت به پدر، ولی کار تا جای برسد اونها را این مهربانی را دیگر میگذارند یک طرف. جوان ناامید می شود، آخران درگه امیدیش مادرش بود، از مادر ناامید می شود. کجا باید برود؟ این جوان باید کجا برود؟ بعد این جوان میگه من بیرون شدم. وقتی بیرون شدم یک 3-4 نفر را دیدم با ریش، لباس های سفید، در پشتشان سمکه هاشون بود، حرکت میکردن، پیاده میرفتن. من وقتی به آنها نزدیک شدم گفتن شما کی هستی؟ گفتن ما یک جماعت تبلیغی هستیم، یک جماعتی که مردم را به سوی الله میخوانیم، دعوت میدهیم، بین مردم اصلاح میکنیم. این جوان میگه که آیا مرا با خودتان میگیرید؟ وقتی اون جوان را اون احوالش را میبینند میگن که بله برادر بیا با ما میریم. این جوان با آنها خوش میشود و میرود. 1 سال در بین میگذرد. بعد از 1 سال این جوان دوباره برمیگردد به خانه خودش. در را میکوبد. مادر وقت سراسیمت در را باز میکند، نگاه میکند یک جوانی نورانیه، یک جوانی با ریش، لباسای سفید تازه در بدنش. وقتی میبیند میگه تو کی هستی؟ میگه مادر من همون فرزندی تو بودم، ساعتی 12 شب ناامیدم کردی، ولی یک در باز بود، در الله بود. من بازگشتم به سوی پروردگار، مرا پذیرفت و مرا دیگر کرد. الله چقدر ذات مهربان است. مادر وقتی از مادر ناامید می شود، از پدر ناامید می شود، ولی الله تبارک و تعالی بندگانش را ناامید نمی کند. اگر تمام شب و روزی تو در معصیت و گناه سپری شده باشد،
اگر زمین و آسمان از گناه پر شده باشد، بحرها پر شده باشد، کوهها پر شده باشد، الله میبخشد باز در به سوی الله. این مهربانی را فقط الله دارد. بارک الله فیکم. الله برای شما جزای خیر بدهد و دعا میکنم که الله تبارک و تعالی برای ما توفیق توبه نصیب بکند، از کمبودی های ما درگذرد، به گناهان ما نگاه نکند بلکه به رحمت خودش نگاه کند. پروردگارا تو قادر هستی که گناهان ما را ببخشی، از کمبودی های ما بگذری. تو اون قاتل 100 نفره را بخشیدی، اون جوان زیناکار را بخشیدی. ما که چنین گناه نکردیم، فقط شاید نماز قضا شده باشد، شاید روزه نگرفتیم، شاید کارهای کمی که از گناه کرده باشیم، ولی امید به تو داریم که تو میبخشی، تو بخشنده و مهربان هستی. پروردگارا این دو جوانی که امروز سبب امر به معروف و نهی از منکر شدن، برایشان برکت در زندگیشان نصیب بکن و دیگر جوانها را الگو اینها را برای دیگر جوانها قرار بده که از این جوانها یاد بگیرند که چنین محفل های خدایی را برپا بکنند. و همچنین از شما معذرت میخوام، شاید آواز من بلند بود عزیزان من، صحبت ما همین طور هست، بعضی و پس بعضی و بلند صحبت میکنن، ولی اصل این هست که این صحبت ها